محمد مهاجری تاجیک پس از چند سالی کار و زندگی در مسکو با یک دختر روس ازدواج کرد و آنها با هم نکاح مسلمانی کردند. این جوانی تاجیک خواهش کرد چهرهش نشان دادن نشود و صدایش هم تغییر یابد. او از آن نگران است که نزدیکان همسر روسش می توانند وی را نادرست فهمند. محمد میگوید ازدواج با پیروان دینهای دیگر جایز است و در این باره در قرآن آیه هم هست. بنابراین او بدون یگان دودیلگی زنی مسیحی گرفت. ولی همسر محمد پس از ازدواج و به گفته شوهرش بدون یگان مجبورسازی دین اسلام را قبول کرده است. حالا این مهاجری تاجیک و زنی روسش صاحب چند فرزند هستند و محمد میگوید زندگی خوشبختی دارند. اگر میخواهی اسلام را قبول کنی این کار خودت است. گفتم اگر قبول کنی خوب است. اگر هم خودت اسلام را قبول نکردی کودکان حتما باید در دین اسلام باشند. همین طور ما با راضیگی همدیگر عائله دار شدیم و با آهستگی او خودش راضی شد که اسلام را قبول کند. من او را اصلا مجبور نکردم. خبرنگار آزادی در نزد مسجد مسکو با چند نفر در این باره صحبت کرد و پرسان شد که آیا برای یک مسلمان اجازه هست که با دختری از دین دیگر عائله برپا کند؟ Конечно, жениться можно, да, но намаз читать надо, жениться. То есть она должна ислам принять? Да, конечно, принять А вот если надо, она да. не приняла ислам, можно жениться? Не знаю, вряд ли. Мусульмане могут жениться на людей, на женщин, христианок и иудеек, то есть на людей Писания. Если любят друг друга, это можно, правильно? Если любят друг друга. Если не любят, это интерес нету. Ну, лично мое мнение, можно, если она примет нашу веру, но я считаю, можно. А тот христианка, который, если верит в Бога, можно его венчание делать хоть ислам не принять, потому что Бог един это. Ну, если она будет согласна мусульманской принимать, ну, можно жениться. اکسانا پوشکین معاون رئیس آید به مسئله های عائله، زنان و کودکان در مصاحبه با رادیوی ماسکوسکی ریچی از فتوای شورای علما انتقاد کرد و ای گفت چنین فتواها به متحدی و دوستی خلقها خلل وارد میکنند. روسلان قربانوف خادمی کلان علمی از پژوهشگاه شرقشناسی اکادمی علمهای روسیه بحث و هنگامه ساختن در اطراف فتوای صادر شده را درست نمی شمارد، چون به گفته وی این فتوا توصیوی بوده، فکری فقط یک گروه عالمان است که اجرایش حتمی نیست. اما از همه مهم به گفته روسلان قربانوف این فتوا به قانونهای روسیه که حقوق به آزادی دین را کفالت می‌دهد مخالفت نمی‌کند. در جامعه مسلمانان همه روزه مسائل زیادی حقوقی مطرح و بحث و بررسی می شود. این هم موضوعهای مانند به بیکار شدن نکاح، تقسیم میراث، مناسبت با کودکان است. این مسائل داخلی شخصی و عائلوی و داخلی مذهبی است. من نمیفهمم که چرا در رابطه با این موضوعی که برای حل مسائل داخلی مذهبی مطرح شده است چنین سر و صداها برداشته شد. ویسم علی بردویل عضو شورای علمای روسیه میگوید این فتوا برعکس به خاطر مستحکم نگاه داشتن عائله ها در روسیه قبول شده است. به گفته او ازدواج های بین نمایندگان دین های مختلف در اکثر حالت به نافهمی و پاشخوری عائله ها میرساند. زیرا ما می‌بینیم که انجام چنین نکاح‌ها متاسفانه غم‌انگیز است. در نهایت کودکان از پدر یا مادر زنده جدا می‌شوند. این فاجعه آمیز است. بسیاری‌ها از این شکایت می‌کنند و اشک می‌ریزند. البته این فتوا به هیچ وجه به آنهایی که الکی ازدواج کردند ربط ندارد. ما نمی‌گوییم که آنها باید جدا شوند. برعکس این فتوا به خاطر حفظ عائله‌ها روانه شده است. کارشناسان میگویند اسلام یگانه دین است که به ازدواج با مردمان دین و مذهب‌های دیگر اجازه می‌دهد. برای مثال یک روحانی نصرانی هیچگاه یک مسیحی را با پیروی دینی دیگر نکاح نمی‌کند تا زمانی که دومی مسیحیت را قبول نکند. بنابراین اکثر جفت‌ها با راه قانونی عقد نکاح بسته با قانون‌های دنیوی زندگی می‌کنند.